عیسوی شدن زهرا الهام در ماه مبارک رمضان که اصلا باورتان نمی شود. آیا این خبر حقیقت دارد؟ زهرا الهام در کدام کشور زندگی می کند؟ نشر تصاویر غیر قابل باور زهرا الهام این روزها در صفحات مجازی باعث دردسر برایش شده است. آیا به واقعیت زهرا الهام با جمال مبارز عروسی کرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. زهرا الهام ستاره درخشان موسیقی افغانستان، یکی از نامآوران و محبوبترین هنرمندان جوان افغانستان بوده است. این روزها نامش در میان هنرمندان جوان و تازه‌کار کشور گل کرده است. زهرا الهام علاقه فراوانی دارد آهنگ‌های پشتو بسراید، هرچند زهرا الهام از آرمی باشد و میتوان با جرأت گفت این کارهای زهرا الهام شاهکار در هنر موسیقیش میباشد. زهرا الهام در ستاره افغان تلویزیون طلوع به کارهای هنریش آغاز کرد و توانست خوب بدرخشد. این روزها آهنگ‌های دوگانه زهرا الهام با لیلا خان هنرمند پاکستانی با دید بیش از 10 میلیون بار در یوتیوب را از آن خود کرده است. زهرا الهام بعد از تغییر رژیم حاکم در کشور با خانواده‌اش به کشور استرالیا رفت. در آنجا هم به کارهای هنریش ادامه داده است و این روزها شایعاتی در صفحات مجازی دست کرده که وی با جمال مبارز عروسی کرده است. اما این خبرها دروغ می باشد و تاکنون زهرا الهام درباره حقیقت این ماجرا از طرف خود واکنشی نشان نداده است و همچنان تصاویر زهرا الهام در صفحات مجازی نشر شده است که گویا وی تغییر دین داده است و دین عیسویت را قبول کرده است. ولی تاکنون زهرا الهام به گونه واضح و آشکارا در مورد این ماجرا از طرف خود چیزی بیان نکرده است. ولی من آرزوی صحت و سلامتی برای تمامی دوستداران و علاقمندان زهرا الهام آرزو دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستداران زهرا الهام و جمال مبارز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. صحت و سلامت برای شما نازنینان آرزو دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان میسپارم. شاد و موفق و کامگار باشید.